پنک جان مردک در آمدی؟ اومدم تمام اینا زیخ شدی؟ نه چی ده؟ همون اما 4 روز مورد جواب دادن ای راستی؟ دیگه تلویزیون تماشا کردن میشنیم 4 روز من دیگه در همین جایم 4 روز ها ولی بگو که من 4 روز دیگه در تک همین دیوان مست تو سلام دوستانی عزیز یا خوش خبر سعدی جانی نویره که ما کانال خودش کش شد با نام گروه عرب شاه همون سیلکه که در زیر ویدیو های در آمده ابونه شوید گروه عرب شاه همون ای صاحبی باشه برو خیلی برو باشه تو صاحب شا شما باشه برو چکو همین باشه کلان کردگید برای چی گیده داری؟ این همی اوتم ایگو اوتم این همی 2 بار پی هم زد منه برای چی 2 بار به سبب؟ سببش چی بود؟ سببش؟ این همی بار یکم کو این همی روزنامه مرا نگاه که همی باهای در دیده که خارش کرد برای این همی باهای در دیدن خارش کردن که باز زد ما دویم باره برای چی زدکتا؟ دوی مراتبه وقت دید که این روزنامه کهنه دوره مکتب خانی های خودش بوده من نمیدونم کجای تو در السلام علیکم سلام علیکم همسایه نغزه سازه تیجه سنگای سری را حیان نمی کرده بسیار شروع کرده کل نغزه رحمت بگو شما سازن تینجه چی علم دارین داری به وقتی ها همه چی بریم بلنیسا به مرخانو بریم چی تینجی های بخی تینجی نیست این نمیره میگه تمام اعضای بدنم در میکنه میگه وای کلون جان وای نمیدونم چوی خیلی میشنوی به وقتی بد شده شما ماشین میوه نمیوه خیلی میام پیری روزگار دیده اگر یا علاماتونو بگن یا که یگان دوا میوه موخی آخی بابی این همی گوش ما میقپم در میکنه بینی من بقپم اگر وای در میکنه بابی این همی چشم ما بقپم وای در میکنه این همی دست ما میقپم در میکنه اگر پام قپیده نیشم در میکنه بابی این همی داج این همی جی موه ما میقپم وای اینه در میکنه عجایب ممکنه همین دسته تو پلنگ این زنی ترا چلکی دست شکستگی های مرحمت بابی جان منو مرحمت چوپا چوپ داره ما دیگه نمیفوچیم خیلی رولتون برای نبیره ها خیلی مرحمت بینه اختون چی ده میگیری شما شیری مرغ نداره؟ شیری مرغ؟ نه شیری مرغ نداره نه لینگی ماهی چی؟ لینگی ماهی؟ نه لینگی ماهی هم ندارم نه خیلی ایخه که باشه ای همه خوراکای به مزه چی داریم بچه؟ ای خوراکای به مزه جگری مرغ داریم سنگدانی مرغ داریم من اکراچکه داریم من کالا پوچه داریم کالا پوچه منم گوو داریم من شکمه هم داریم در دری خلده این داریم خیلی با من گوشت بقی اشاک داریم خیلی من لیاشکی هم داریم اخی بچه بس یکدم به توقت به همه شما یگان چیزی به گوشت نداره به گوشت؟ ها به گوشت داره و چیه؟ کالباسا بابی جان جانی بابی
میدونی من چه آرزو دارم؟ خای چی آرزو داری؟ امی من میخوام کو امی یه پلدار کلان باشم ها ماشینی لکسوس 350 داشته باشم خیاد و آشیانه خانه کاتیج داشته باشم با میگم یه 3 نقطه سودا داشته باشم که خیلی برم همین پلملا رو خیلی بگیرم بارا رو بتمو خیلی همین با زندگی رفتن گیره و اساسی کار کو بابی همین با همون شهرهایی که دوست میدارم کو همون جای تماشا برم نقص بسیار من همین آرزو رو باور که دارم بابی آرزوهای خوش رو به مرادای دلت برسی بچم رحمت بابی جونه رحمت خدا دیگان آرزو داری بابی داری؟ دارم بچم خیلی آرزو دارم که همین وقتی یک اسمالیاتی کلان بگذره یک سمالیاتی کلان بگذره و ای درون اسمالیات همین یک چمدانی کلان بغلتا همین تو چمدانی کلان رو خوی کنیم که دروش دار 120,000 دلار الان با همین خیلی حساب کنم 50,000 دلار همین خیلی بگیرم و تده بتم مده خب با همین حساب کنم 50,000 دلار دیگه خودم بگیرم و 20,000 دلار دیگه میمونه 20 ها الان 20,000 دلار دیگه شو باشد گاورده بتیم بستن اکه برای چی شما 50,000 دلاری یا مده 20,000 ها؟ اوی رو ما آرزو کدیم او خاطیدنی چمدان ده من بودم کو Yo, kalkar eski yok. Ama şeycam yolum. Ana sana! Hey! Ya ahmak ya. Hiç kokadesete. Bax, barvarış qarış salamati. Ama mən də onun qaray salamati. Onda odamda hamil gantel bizana. Ey, onu mere ya hezib kaçı. Ya Allah bu moni. Ey, nastri uxtum nesay. Nastri nadur. Tumoçi gantel yardı se çorba. Mezabani karada sarada. Ey mançku. Ne yomadan çıkov ekli baksın. Xanada yamadan aybına. Aka. Maş kalanlar maş. O ne xuda hamil o paga maş mekni. O hamil ben maşıydı ha. Kuşka aka. Ha. Ne yamadan? Nastri nadur dar peşik kadar vardı mı? Bir obruştuma. Karonko olmadan geldi. Hiç hal işmekte. Ne yamadan ha? Ne yamadan? Ne yomadan o mezaman tay? Kuşka aka. Ne yamadan? Öyle hal işmekte maka jolima. Alo, selam aleyküm. Hamza khona radyo. Komikli radyoda diyor ne çite? Hamza khona radyo. Apajon bakshish. No. یعنی که مخلص اشدی هم رادیو شما گوش بساده شما داریم آهنگای دلنشین دارین ها کجا راست میگم این اکای من مخلص شما انا مو هم التماس اگر این کنم بشه یا 4-5 سرود تویانا مونه ها تویانا چیکار چون نکنی سرود تویانا ما یه روز توی داشتم حافظو پروردید کده
بگه توی چرز رادیو بگذارونیم